چی بچه Red team victory. 11-6 مچ 2 به نفع لونلی از ایران. بریم سراغ مچ 3 میاد کلاس لونلی. حاجی پیکاش خیلی ترسناکه بود. پیکاش خیلی ترسناکه بود. سر تا سر استرس برای بود. رکب فیک موب تمیز باری کلا گوچی میاد پیک چپ جفتشون یه تیر. جامپ بی نقص گوچی میزنه 3-0 به نفع گوچی. چقدر باهوش بازی میکنه این بچه. در اون موب چپش پیکوبه چقدر تمیز و بی نقص میزنه گوچی. میاد جلو. چقدر نیست و چه مووی زد گوچی. حالا میاد بیرون دوباره مداخل یه دمه میده یه تیر کرده. گوچی پلیری نیست رو جامپ تو پیک بده. تیر کرده یه تیر کرد. جامپ گیر میکنه. گیر کرد جامپ ولی هیل گوچی پر شده. هیل گوچی پر شده. 7-2 به نفع گوچی. پیکو یه دمیج میده رو. حالا یه دمیج پیک چپ این پلیر اصلا پیک راستی که میگیره رو موب چپی های قیب میشه. دوباره میاد آخه پیک چپ خودش هم خیلی قویه. وای چه کیل زیبایی بود این کیل. وای پیک راست رو جام و کار تموم میکنه. چی مجید ما عصبی بده دیگه نمیشه. دیگه زورش نمیرسه. دیگه بازی هم ول کرده. جی باریکم جی نایس. چی قراره ببینیم؟ ماچ Blue team victory. تموم میشه بازی. 15-4-5 به نفع گوچی.